كمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة. درس از کتاب فقه اکبر امام ابو حنیفه رحمه الله. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. درس 19 مسئله مسح و نماز تراویح. والمسح على الخفين سنة والتراويح في شهر رمضان سنة والصلاة خلف كل بر وفاجر من المؤمنين جائزة. مسح بر محسی سنت است. نماز تراویح در ماه رمضان سنت است. نماز پشت سر هر نیکوکار و بدکردار مؤمن جایز است. و مسح بالای موزه ها یا بالای محسی سنت است و جایز است. مدت مسح برای شخص مقیم 1 شبانه روز یعنی 24 ساعت و برای شخص مسافر 3 شبانه روز یعنی 72 ساعت می باشد و بعد گذشتن این مدت مسح به آخر می رسد. جایز بودن مسح به سنت ثابت گشته است و کسی این را انکار کند مبتدع یعنی بدعتکار می باشد. خواندن نماز تراویح در شبهای رمضان سنت است، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در شبهای رمضان نماز تراویح گزاریده بودند. گاه برای شفقت امتانشان ترک نمودند تا که واجب نگردد. بعداً حضرت عمر خداوند از او راضی باد نماز تراویح را برای جمع کردن جماعت تشکیل نمودند. این هم سنت است، زیرا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند بر شما لازم است سنت من و سنت خلفای راشدین. و خواندن نماز از قفای کل مؤمن نیک و بد جایز است. شخص ترک کند نماز جماعت را از روی امام فاجر، نزد اکثر علما چنین شخص مبتدع یعنی بدعتکار است. صحیح این است که ما باید نماز را از پس هر یک مؤمن نیککار یا بدکار انجام بدهیم تا که در بین جماعت ما مسلمان ها اختلاف و فرقه پیدا نشود. چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند هر بد و نیک از مسلمان گذشته باشد جنازه اش را خوانید و این چنین از قفای نیک و بد نماز را گذارید تا جماعت مسلمانان پراکنده نشود. از حضرت امام اعظم رحمه الله پرسیدند که اهل سنت و جماعت در این مسئله به چی عقیده است؟ او در جواب گفت که فضل دانستن شیخین یعنی ابوبکر و عمر رضی الله عنهما و دوست داشتن ختیین یعنی 2 داماد رسول الله صلی الله علیه و سلم عثمان و علی خداوند از آنها راضی باد و جایز داشتن مسح به موزه یا محسی و گزاریدن نماز قفای هر بد و نیک، همچنین قصر نماز و نگرفتن روزه در سفر، این است عقیده اهل سنت و الجماعت. جواب داد آن حضرت. برادر و خواهر ایمانیم، با همین درس امروزه را به آخر می رسانیم. منتظر درس های آینده باشید و این درس ها را به یار و دوستان خود هم بفرستید تا آنها هم از این بهره برند و در ثواب با ما شریک شوید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.